استاد مهربان، سوال ما همیه که در مسئله جین، در مسئله جین میخواستیم بفهمیم که همه جین ها میشوند که مسلمان باشن و غیر مسلمان. و جای انیقترش سوال ما در همیه که میخوایم بدونیم که وقتی که غیر مسلمان شوند همون میتونن که یهودی باشن، کاتولیک باشن یا خریستیان دیگر باشن. بله همین و آدم ها چه خیلی و غیر این همو نفرایی که مسلمان نیستن هموار هم جین بزنه، اگر میتونن که همو بگیم که همو اولیموشون وابسته به همو دین خودشون همو جینا را ای آدمایی که جینشون زدین یعنی که مسلمان نیستن ببرورشون. چخیلی که ما جین زده را در اسلام با دعاخانی میبرورن. یعنی جین ها عالمای جین ها باید جین برارد به فکر شما؟ نه، مثلا یگان غیر اسلام غیر مسلمان جین میزنه اما علمای خودشون با یگان راه اصول خودشون برورنش. همه خیلی کارا هست است. بله نصرانی ها یهودای هم یعنی که به یهود و نصرانی اگر جین دراد به اصول خودشان همونو تبابت دارن، درست میکنن همه خیلی کارا. هر کی به اصول خودش میکنه. ما مسلمان ها به قرآن و سنت رقیه میخوانیم، اونا گاه ها به همون انجیلشان به توراتشان یا گاه ها به بعضی دعاهاشان به اسلوبای خودشان تبابت میکنن. فهمو، یعنی که ایجا فهمیده میشوه که جین ها میتونن که هم خریستیان باشن هم یهودی. همه نمودی کفر و مذهب های و فرقه ها هست در جین های هم. جین های گمراه هاش بسیارتر از نسبت انسان ها. خب فهمو، تشکر استاد مهربان.